سرباز 26 ساله قشونهای مرزبانی تاجیکستان مرادبک محمدقلوف که روز 14 ایون در یک تیرپرانی در مرز با قرقیزستان کشته شد، صبح 15 ایون سال 2022 در زادگاهش دهه امید نویه دوستی به خاک سپریده شد. مرادبک محمدقلوف در حال کشته شد که تا انجام مهلت خدمتش در ارتش همگی 4 ماه دیگر باقی مانده بود. رئیس جماعت نوزمین نویه دوستی ولایت ختلان به رادیوی آزادی گفت جسد مرادبک محمدقلوف را صبح 15 میلیون به دهه امید آورده به خاک سپاریدند. این علکه سرباز دوم از نویه دوستی می باشد که از تیر سربازان قرقیزستان کشته می شود. ماه اپریل زایر سید مرادوف سرباز دیگری از نویه دوستی در زدوخورد مرزی در اسفره از سوی نیروهای قرقیز کشته شد. از اول سال 2022 در تیرپرانی ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 5 نفر کشته شده و بیش از 30 نفر زخمی شدند. لازم به ذکر است که همه 5 کشته از طرف تاجیکستانند. صبح 14 ایون بین مرزبانان تاجیک و قرقیز در دیدبانگاه های کیخ و بلوغباشی تیرپرانی به عمل آمد. جنوب قرقیزستان ادعا کرد که مرزبانهای تاجیک به طرف دیدبانگاه قرقیزها از автомат و گرانتومیات و مینومیات تیر کشادند و آن طرف مجبور به کشادن آتش جوابی شده است. ولی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در یک اظهارات مرزبانان قرقیزستان را مسئول تیرپرانی اخیر در مرز دو کشور نامید و گفت ساعت 6:00 دقیقه دیدبانگاه سرحدی کیخ در جماعت واروخ اسفره از جانب خدمتچیان حربی قرقیزستان با استفاده از یراق گروهی و مینومیات‌ها به حمله ناگهان گرفتار شد. در نتیجه این حمله تجاوزکارانه بی اساس کماندیر دیدبانگاه سرحدی کیخ جراحت برداشته به بیمارخانه جماعت دیهات واروخ انتقال گردید. این زمان وضع سلامتی او از حد وزنین ارزیابی می‌گردد. گفته می‌شود در اظهارات وزارت درباره کشته شدن محمدقلوف چیزی نگفت، ولی اظهار داشت که جانب تاجیکستان با تأسف تاکید می‌کند که عمل‌های اغواانگیزانه قرقیزستان بر ضد تاجیکستان خصوصیت منتظم گرفتند. این حمله‌های غیر قانونی وضعیت در سرحد را تنها مشکل کرده به نگهداری فضای همدیگرفهمی و همسایگی دوستانه مساعدت نمی‌کند. تاجیکستان حمله‌های اغواانگیزانه خدمتچیان حربی قرقیزستان را محکوم کرده از جانب قرقیزستان طلب می‌کند تا جهت پیشگیری چنین مناقشه‌ها در آینده چاره‌های بی‌تأخیر اندیشد. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 983 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون حدود 330 کیلومترش تعیین و علامتگذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین، چراگاه و راه مناقشه‌ها رخ می‌دهند.